اینجوری بگیرم، قیچی میاد اینجوری توی دست من قرار میگیره، جوری که نوک قیچی به انگشت شست من برخورد میکنه. حالا من بخوام تکنیک سیزر اوورکام بزنم باید حتما اینجوری بگیرم دستم، انگشت شستم میره داخل رسترینگ بالایی، یه مقدار دستم با حالت کاسه‌ای میشه، نگاه کن یه گود داره. حالا قیچی کامل باز میشه بسته میشه، باز میشه بسته میشه، باز میشه. حالا الان من قیچی رو باز کردم، ببین این انگشت و این انگشت و این انگشت قیچی رو داره به سمت بالا فشار میاره و این انگشتی که حلقه میندازیم داخلش قیچی داره به سمت پایین فشار میاره. وقتی این فشار درست باشه میتونی به این شکل برگردونی، جوری که قیچی هیچ اتفاقی براش نیفته. حالا من میام چیکار میکنم؟ انگشت شستمو میارم میذارم، همزمان اون فشاره رو هم دارم. حالا میام قیچی میکنم، باز بسته، باز بسته، باز بسته، باز بسته، رفته رفته. نگاه کن 10 تا اینجوری میزنم اینو صاف میکنم، 10 تا اینجوری میزنم اینو صاف میکنم. الان قیچی آوردم اینجا، ببین تو حالت عادی این اینجوری بود دیگه. وقتی من اینو برگردونم الان نوک قیچی سمت خودمه. من اگه بخوام شونه رو ببرم پشتش باید مچم یه مقدار به بیرون بشکنه که موازی بشه با شونم، بزنم بیام بالا، بزنم بیام بالا، بزنم بیام بالا. این شد تمرین اولتون. الان برای لا انگشتی یا همون اوورفینگر، قیچی تو همین پوزیشن دستمه، این دوتا انگشت رو میام جمع میکنم. ببین این اشتباه، این نباید اینجوری بره داخل. نگاه کن این دوتا جمع میشه به این شکل، خب میاد توی دست من قرار میگیره. ببین این انگشتام یه ذره میارم بالا، این انگشت بزرگه میاد زیر قیچی من تکه‌گاه، برای اینکه من قیچیمو بتونم اینجوری بگیرم دستم. چون قیچی استریده کلا اینجا صافه، یه فضای تنگی رو به من داره میده، اینجا بسته، ممکنه شست من نره داخلش. میام چیکار میکنم؟ به جاش با این انگشتام یه مقدار فضا رو باز میکنم. نگاه کن فضا باز میشه، انگشت شستم میاد داخل، کات میکنم به این شکل. کلا چسبیده شستم با ماهیچه با مفصل. ببین نوک قیچی انقدر باز میشه. حالا انگشت من میاد تا بند 2 کشویی میزنم. یعنی چی کشویی زدنه؟ باز میره داخل، بسته میاد بیرون، باز میره داخل. این باعث میشه کاتتون صاف بشه، تمیز در بیاد. اینو میای تمرین میکنی. حالا اینو میای توی این پوزیشن تمرین میکنی، میای توی این پوزیشن تمرین میکنی، میای توی این پوزیشن تمرین میکنی، توی این پوزیشن، توی این پوزیشن. تو پوزیشن های مختلف اینو باید تمرین بکنی. تو سیزر اوورکام قیچی قدرتی باز و بسته میشه، تو